طرف اومده تو مطب میگه آقای دکتر 2 ساله دارم داروی ضد افسردگی مصرف میکنم، اونم روزی 2 تا، اما هنوز خوب نشدم. بعد زندگیشو که نگاه میکنی میبینی داره پورن نگاه میکنه هر روز. پورن، شما برین کتاب یور برین آن پورن رو بخونین، به فارسی هم ترجمه شده. ارتباط مستقیم با اضطراب و افسردگی داره، خیلی ارتباط واضحی وجود داره بین اینا. میبینی داره روزی 2 رول ماریجوانا میچوقه. دراگ بازی باعث آسیب به پرفرونتال کورتکس ما میشه و باعث میشه فعالیت‌های شناختی ما، مثل مود ما، مثل تمرکز ما، مثل حس و حال ما به هم بخوره. طرف داره مست میکنه، طرف ورزش نمیکنه. ورزش بعد از 16 هفته دقیقاً تأثیری مثل داروهای ضد افسردگی داره. بچه‌ها میدونی افسردگی یک بیماری به نظر من نیست. افسردگی برایندی از کارهاییه که ما هر روز داریم انجام میدیم. اونا رو اصلاح کن، افسردگی خودش درست میشه.